گاهی بهترین سلاح در جنگ قدرت حماقت ساختگی است. بگذار دشمنانت تو را دسته کم بگیرند. بگذار خود را فریب دهند و درست همان لحظه‌ای که خیال می‌کنند پیروز شده‌اند، ضربه نهایی را وارد کن. چرا هوشمندان واقعی گاهی نادان جلوه می‌کنند؟ چون غرور دشمن او را کور می‌کند. وقتی گمان می‌کند بر تو برتری دارد، دیوارهای دفاعیش را پایین می‌آورد. و اینجاست که فرصت طلایی تو فرا می‌رسد. قدرت واقعی در پنهانکاری است. اگر بگذاری دیگران فکر کنند که از تو باهوش‌ترند، احساس امنیت خواهند کرد و همین احساس امنیت نقطه ضعفشان می‌شود. پس بیاد داشته باش. همیشه دانسته‌هایت را پنهان کن. در جایی که همه فریاد می‌زنند، تو سکوت کن. در جایی که همه می‌خواهند پیروز شوند، تو بباز، اما فقط در ظاهر. زیرا در نهایت این تو خواهی بود که بازی را کنترل می‌کنی. قدرت در سکوت است، در صبر است و در اینکه بگذاری دیگران خودشان را فریب دهند. رابرت گرین، کتاب 48 قانون قدرت، فصل 21.